روز بخیر بینندگان عزیزی آزادی، امیدواریم که در کمال عافیت و بردمی به سر میبرید. برنامه نوید بامدادی است با آخرین خبر و گزارش های تاجیکستان و جهان. مولا رجب یوسفی هستم. دوام 10 دقیقه دیگر همراه شما. امروز 24 مارس است و ساعت در دوشنبه 11. سرخط خبرها: تأسیس یک نشریه برای مهاجران تاجیک در روسیه. شرکت‌های قرضدار در راغون پس از 8 ماه معاش کارگران را دادند. به فعالیت دوباره آنها اجازه داده می شود. و محدودیت نو برای مهاجران در ساختمان‌های روسیه. در روسیه که صدها هزار شهروند تاجیکستان کار و زندگی دارند، نشریه نوی صدای مهاجر یا گلاس میگرانتا با تعداد 10,000 نسخه چاپ شد. غفران وهابوف مؤسس نشریه روز 23 مارس به رادیوی آزادی گفت که بیشتر به تهیه تحقیقات و خبرهای درست و سنجیده شده درباره وضع و کار مهاجران مشغولند. در گذشته در روسیه نشریه تاجیکان روسیه و صدای تاجیکستانی ها نیز نشر می شدند، ولی سالهای اخیر به تب نمی رسند. کمبود اطلاع با زبان تاجیکی در روسیه برای مهاجران در حال است که مطبوعات این کشور درباره آنها بیشتر اطلاع منفی نشر می‌کنند. شماره اول صدای مهاجر روز 20 مارس امسال چاپ شده. در آن درباره شیوه‌های انتقال تابوت مهاجران از روسیه و دریافت کمک پولی خانواده‌های آنها در تاجیکستان بحث کردند. غفران وهابوف مؤسس نشریه گفت نشریه را اساساً در محل‌های تاجیک نشین و بازار و آشخانه‌های مسکو و شهرهای دیگر روسیه به‌پول تقسیم می‌کنند تا مهاجران از اصل قضیه‌های مربوط به آنها باخبر گردند. به قبل مصاحبه ما فعلا تصمیم گرفتن نشریه را ماه یک بار و با زبانهای تاجیکی و روسی نشر کنند. بعضی از مهاجران تاجیک در روسیه گفتند فعلا نشریه صدای مهاجر تا به آنها نرسیده است، ولی از آن که به سرنوشتی آنها توجه شده است خوشحالند. و درباره مهاجران یک خبر دیگر هم داریم. بر اساس یک قرار نوی حکومت روسیه من بعد شرکت‌های خرد ساختمانی نمی‌توانند مهاجران را برای کار جلب کنند. مقامات روس گفتند مهاجران اکنون تنها در شرکت‌های ساختمانی می‌توانند کار کنند که بیش از 250 کارگر و زیاد از 2 میلیارد روبل درآمد داشته باشند. هدف از صادر شدن قرار نو هنوز معلوم نیست. مهاجران در روسیه و از جمله مهاجران تاجیک اساساً در ساختمان‌ها کار می‌کنند و این قرار می‌تواند به کار آنها تاثیر رساند. تا امروز نیز برای مهاجران در چندین منطقه‌های روسیه محدودیت‌های زیاد جاری شده است و مهاجران نمی‌توانند در چندین ساحه‌ها کار کنند. روسیه میزبان اساسی مهاجران کاری تاجیک است. تا زمان پاندمی آنها از روسیه سالانه به تاجیکستان بیش از 2 میلیارد دلار می‌فرستادند. سال گذشته با سبب بیماری کرونا ویروس و بسته شدن مرزها بخش اعظمی آنها در کشور ماندند. به اطلاع وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان سال 2020 از کشور تقریبا 130,000 کس به مهاجرت رفتند. جانب روسیه شماره مهاجران تاجیک را در آن کشور تقریبا 1 میلیون نفر می‌داند. چند شرکت مشغول کار در محل ساختمان نیروگاه راغون پس از 8 ماه معاش زیردستان خود را پرداختند و امید دارند که به زودی فعالیت آنها از سر گرفته می شود. مدیریت نیروگاه ماه ینور امسال فعالیت بیش از 15 شرکت را در پی شکایت کارگران باز داشته بود. یک نماینده ستاد ساختمانی در نیروگاه راغون روز 23 مارس به ذکر نامش به رادیوی آزادی تصدیق کرد که شرکت‌های قرضدار معاش کارگران را دادند و عین زمان گفت تنها شرکت پیمانکار عصر نور مزد 3 ماهه کارگران را داده است. باید تا آخر ماه معاش باقی مانده را گذراند و سپس مسئله دعوت کارگران به کار شروع خواهد شد. روز 18 ینور امسال پس از ملاقات وزیر مالیه فیض‌الدین قهارزاده با رهبران شرکت‌های ساختمانی که معاش کارگرانشان را نپرداخته بودند تصمیم گرفته شد که فعالیت این شرکت‌ها بازداشته شود. پرویز سلاموف یک کارگر شرکت عصر نور به رادیوی آزادی گفت تا کنون معاش 3 ماهه‌اش را گرفته است، اما افزود از هر معاش تا 300 سومانی کم دریافت کرده است.
در شرکت نور 160 کارگر فعالیت داشتند. بار اول نیست که کارگران شرکت پیمانکار در محل ساختمان نیروگاه راغون با مشکل دریافت مزد کار روبرو می‌شوند. در ماه ایون سال گذشته گروه از کارگران نیروگاه شکایت کرده بودند که معاش 5 ماهه خود را نگرفتند. بعد از آن قاهر رسولزاده سروزیر تاجیکستان که همزمان مسئول ساختمان نیروگاه راغون در حکومت است، در حضور کارگران وعده داد که به زودی معاش می شود، ولی ظاهراً از آن زمان تا کنون مشکل پرراه حل نشده است. معلوم نیست که ادامه کار شرکت ها در محل ساختمان راغون به چه شکل صورت خواهد گرفت. آیا دوباره از زیردستان قرضدار میمانند و یا معاش را سری وقت میدهند؟ پلیس شهر استراسبورگ یک کارمند کنسولگری روسیه را در دزدی و فروش دوباره دوچرخه ها گمانبر کرده است. احتمال می رود که او از این راه بیش از 100,000 یورو مبلغ به دست آورده است. کارمند کنسولگری روسیه بعد آن بازداشت شد که دوچرخه سابق معاون اول رئیس این شهر را دزدید، ولی با سبب داشتن مسئولیت دیپلماتی به آزادی برآمد. درباره این حادثه رادیوی فرانس بلو خبر داده است. در خبر آمده است که شهروند 40 ساله روسیه آغاز ماه فوریه در مقابل بینای کنسولگری روسیه به هنگام کوشش فروش دوچرخه دزدی بازداشت گردید. این دوچرخه از نزد بینای نمایندگی شورای اروپا دزدیده شده. صاحبش وکیل مجلس شهر استراسبورگ و سابق معاون رئیس شهر آلن فونتانل بوده است. سیاستمدار فرانسوی دوچرخه دزدیده شده اش را در اعلان‌های اینترنتی شناخته به پلیس خبر داده است. پلیس به تاجر دوچرخه زنگ زده او را به ملاقات دعوت نمود و در همین حالت او را بازداشت کرد. این مرد کارگر تکنیکی کنسولگری بوده، دارای مسئولیت دیپلماتی بوده است و با همین سبب هم او را از بازداشت آزاد کردند. در خبر آمده است که این مرد راننده یکی از دیپلمات‌های کنسولگری بود. در صحیفه یا اکانت شهروندی روسیه دیده می شود که او بیش از 300 عدد دوچرخه را با نرخ عمومی 100,000 یورو فروخته است. تخمین می شود که همه آنها دزدی بودند. بعد آنکه دیپلماتی بازداشت شده آزاد گردید، او را دیگر به بازپرسی دعوت کردن نتوانستند چون که او کشور را ترک کرد. در شرح سبب ترک کشور گفته شد که سلامتی او بد گردید. دفتر مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان خبر داد که امامعلی رحمان با یک سفر کاری به ولایت ختلان رفته است. این سفر که به اطلاع رسانه‌های محلی تاجیکستان باید روز 22 مارس صورت می‌گرفت، 2 روز به تأخیر افتاد و بعضی سر و صداهای را هم به وجود آورد. دفتر مطبوعات پرزیدنت گفت هدف از سفر امامعلی رحمان به ولایت ختلان از جمله شهر باختر شناسایی با جریان آمادگی‌ها به استقبال 30 سالگی استقلالیت دولتی، عمل شوی برنامه‌های دولتی، کارهای آبادانی شهر و ناحیه‌های ولایت ختلان، ملاقات و دیدار با نمایندگان و فعالان، قشرهای گوناگون اهالی، آشنایی با وضع روزگار مردم، رفت کارهای صحرایی و افتتاح انشاءات‌های جشنی است. هرچند برخی منتقدان و همساکنان بارها گفتند که به نزد پرزیدنت هنگام سفرهای او به منطقه‌ها تنها شخصانی از قبل آماده شده را راه می‌دهند. در چارچوب آمادگی‌ها به سفر رئیس جمهور به شهر باختر نمود ایدا نگرفته شعاری خوش آمدید پیشوای ملت نیز در شهر باختر نصب شده است. قبلا منصبداران ختلانی گفتند رمز پخته و خوشه گندم که باید تا آمدن پرزیدنت در باختر ساخته میشد هنوز ناتمام است و آنجا بیناکاران مشغول کارند. در نهمین کنفرانس وزیران قلب آسیا روند استانبول که روز 3 مارس در دوشنبه آغاز می شود، وزیران امور خارجه 15 کشور اشتراک می کنند. طبق اطلاع رسمی این همایش با سخنرانی پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان و همتای افغانش اشرف غنی آغاز می شود. دفتر مطبوعات وزارت امور خارجه تاجیکستان روز 23 مارس اطلاع داد که در این همایش اشتراک و سخنرانی وزیران امور خارجه 15 کشور شرکت کننده در شکل حضوری 16 کشور کمک رسان و رهبران 16 سازمان منطقوی و جهانی در شکل آنلاینی یا مجازی در نظر است. کنفرانس با قبول اعلامیه دوشنبه و هم یک نشست مطبوعاتی با شرکت وزیران کارهای خارجی تاجیکستان و افغانستان به انجام می‌رسد. بانک ملی تاجیکستان قرب اسعار خارجی را در برابر سامانه برای امروز 23 مارس چنین تعیین کرده است.
بیننده های عزیز، برنامه نوید بامدادی بود با آخرین خبر و گزارش های تاجیکستان و جهان تقدیم شما شد. اطلاعی از این بیشتر رو می توانید در سامانه ما با نشان www.azadi.org و صفحه ما در شبکه‌های اجتماعی دریافت کنید. اگر شما هم خبر یا نظری دارید می توانید به ما نویسید. خدا نگهدار.